سلام دوستان، رضا هستم. 22 سالمه. این داستان ترسناک مربوط میشه به 5 سال پیش، درباره قتل پدر بزرگم به دست اجنده. من یادم پدر بزرگم توی روستاشون گنج پیدا کرده بود و به خونه برده بود و هفته بعد این ماجرا به قتل رسید. از اینجا به بعد رو به زبان مامان بزرگم میشنوید. درست یادمه که سال 98 بود و ماه زمستون بود و 6 اسفند. اکبر نام پدر بزرگم بود. اکبر برای کارهایی که داشت به بیرون شهر میرفت. موقعی که برمیگشت خیلی خسته بود و از من یه چای داغ تازه میخواست. من میرفتم چایی رو بریزم و تا برمیگشتم میدیدم از اکبر خبری نیست و یه دست نوشته توی ورقه کوچیک روی تاقچه گذاشته شده بود. من وقتی میرفتم و میخواستم اون دست نوشته رو بخونم، اینقدر خطش بد بود که قابل خوندن نبود. البته شاید من چشام ضعیف بود و نتونستم بخونم. خلاصه به هزار مصیبت به موبایلش زنگ زدم و فهمیدم رفته سر باغ پدر بزرگش. وقتی از پشت تلفن ازش پرسیدم برای چی رفتی اونجا، تو پرانتز اینم میگم که اون باغ نفرین شده بود، فقط یه جمله به من گفت: ثروت همیشگی. من چیز خاصی متوجه نشدم و یه لحظه ای گوشی رو قطع کرد که فکر کنم به خاطر آنتن ضعیف اونجا بود. خلاصه 4 روز گذشت و هر وقت خسته از سر کار می اومد، برنامه همیشگی شوهرم این بود که بره سر باغ و کارهای همیشگی. واقعیتش من از این موضوع خوشم نمی اومد. بعد از حدود 4 روز متوجه تغییراتی توی زندگی و رفتار شوهرم با خودم شدم. رفتاری سرد و خشمگین که اصلا برای من عجیب بود که این رفتارا رو از اون ببینم. خلاصه ما 2 روز شدید دعوا کردیم و کار به جایی کشید که دیگه حاضر نبود توی خونه بمونه و هر وقت من رو میدید سریع عصبانی میشد و از خونه میزد بیرون. یه چیزی انگار زیر گوشش میگفت این زنیکه رو ول کن و بیا اون سمت باغ. روز 5 از یه هفته آخر عمرش متوجه شدم که خونه یه فضای خیلی سنگینی داره و هوای خونه عجیب سرده. نه طوری بود که آدم رو مریض کنه، نه طوری که بگم خنک بود. عجیب ترین هوای سردی بود که تو عمرم دیده بودم. خلاصه یه روز اکبر با خوشحالی برگشت خونه و دیدم توی دستش نزدیک یه زنبیل طلا بود و به من گفت: زن، بیا که دیگه ثروتمند شدیم. ما همون شب که شب آخر بود متوجه تغییراتی بزرگ توی خونه شدیم. کل گوسفندا و حیوانامون مرده بودن و عجیبتر این بود که خون گوسفندا ریخته شده بود روی زمین و البته یکیشون هم بدون خون ریخته شدن احتمالا خفه شده بود. نصف شب بود که خواستم برم دستشویی، دیدم در چاه باز و صدای ضعیف ولی از عجیبی از توش میومد. با خودم گفتم شاید صدای آبه، چون چاه ما هی آب توش چکه میکرد. به خاطر اینکه من ظرفا رو کنار چاه میشستم، به خاطر همون بود. من توجهی نکردم و رفتم دستشویی و برگشتم. اینم بگم من چون یه مدتی مریض شده بودم مجبور بودم مایات زیاد بخورم و حداقل کم شبی 3 بار رو میرفتم دستشویی انتهای خونمون بود، دقیقاً ته گوشه حیاط تاریک و خلوت و البته خوفناک و دیگه میتونم بگم نفرین شده. من نزدیک های ساعت 3 بود که پا شدم برم دستشویی. سنگینی عجیبی رو حس کردم ولی مثل همیشه از کنارش بی توجه رد شدم. وقتی خواستم برگردم خونه دیدم یه موجود دراز روی سقف خونه وایستاده، طوری بود که انگار یه چادر به کل مشکی داشت و فقط من چادر رو میدیدم. البته اینم بگم تاریک بود، به جز چادرم چیز خاصی دیده نمیشد. وقتی توی خونه رو نگاه کردم دیدم نوری مثل نور آتیش وجود داره که نزدیک 3 نفر انگار که مراسم‌های شیطانی دارن انجام میدن دور اون نور میچرخن. وقتی سریع وارد خونه شدم یهو به طور کلی غیب شده بودن و هیچ آثاری از اونا نبود. انگار نه انگار که اونا اینجا بودن و خونه رو سنگین کرده بودن فضاشو. من فقط یه صحنه خیلی ترسناک دیدم و از هوش رفتم.
خنجر توی گلوی شوهرم فرو رفته بود. کنارشو که دیده بودم یه نامه بود که نوشته بود نباید این کار با ما میکرد. خب دوستان، امیدوارم این داستان ترسناک هم براتون به قدر کافی بتونه حس ترسو بیاره و حرف دیگه این نمیمونه. خواهشاً لایک، کامنت و سابسکرایب پدر سوخته رو یادتون نره روش بزنید و تا ویدیو بعد و تا داستان بعد، فعلا